صفت اهل جنت را الله مهربان چی میگوید؟ والعافین عن الناس یعفون عن من ظلمهم واعتدى عليهم من اساء الیهم مع القوه. میگه یک انسان یک وقت الله میگه ضعیف بود، شاید یک انسان بالای او ظلم کرد، بالای او حقی او را پایمال کرد، اما روز شدین انسان قوت پیدا کرد، باید خستگیری نکند. الله میگه صفت دیگری اهل جنت همین است که خدا او را صاحب قدرت کرد، در دنیا صاحب قدرت است، اما وقتی که اونهایی که در حقش ظلم کرده است خستگیری نمی کند، می بخشد. حبیب خدا را ببینید، پیغمبر خدا را که اهل مکه با پیغمبر چکار کرده بودند. اهل مکه کفار قریش با پیغمبر خدا چی معامله کرده بودند؟ با صحابه های پیغمبر خدا چی معامله کردند؟ فتح مکه در همین ماه مبارک رمضان شده بود. دویم باره در آمدن دین در ماه مبارک رمضان شده بود. تمام بدی ها را به پیغمبر خدا کرده بودند. حبیب خدا 10,000 از یاران با وفا در مکه در آمدند. اهل مکه گمان داشتند که محمد صلی الله علیه و سلم از اونها قسم میگیرد. همه اونها وقتی در مکه جمع شدند اطراف پیغمبر خدا دا گفت اذهبوا و انتم طلقا، ای اهل مکه شما آزاده، کسی از شما قصد نمیگیره. یک سخن پیغمبر خدا این قدر اهالی هزارهایی که در مکه زندگی میکردن از اخلاق بخشیدن پیغمبر خدا به پرگی اسلام قبول کردن. که همسری ابو سفیان گفت محمد صلی الله علیه و سلم گفت وقتی از مکه رفت تمام محبت مکه را با همراهش برد و امروز مکه داخل شد، محبت را از مردم پیدا کرد. والعافین عن الناس، خدا میگه آنهایی که یکدیگر را میبخشند. مسلمان همیشه یکدیگر را ببخشیم، به یکدیگر بدی نکنیم، به یکدیگر حسد و بخیلی نکنیم. اگر کردیم نعمت جنت را از دست میدهیم. حضرت ابن عباس میگه از پیغمبر خدا روایت کردند که حبیب خدا گفتند اذا کان یوم القیامت ینادی منادی. حبیب خدا میگه روز قیامت وقتی دوم باره انسان ها زنده میشوند یک ندای از نعمت جنت پروردگار می آمده است. این العافون عن الناس هلموا الی ربکم. ای از ندا از جنت می آمده است، آنهایی که در دنیا یکدیگر را بخشیدند. از اینجا ندا می آمده است ای مردمی که در دنیا یکدیگر را بخشیده در کجایید؟ بیایید به سوی پروردگارتان و خذوا اجورکم. این ثوابهای شما است که در دنیا یکدیگر را بخشیده. و حق علی کل امرئ مسلم اذا عفا ان يدخل الجنه. پیغمبر خدا میگه که این ندایی که از جنت می آمده است، میگفت از هر یک مسلمانی که در دنیا یکدیگر را بخشید امروز جنت داخل می شود. جنت حق او است. ببین که بخشیدن سبب در آخرت داخل شدن جنت بوده است. حبیب خدا را پیغمبر خدا به یگان کس کینه نداشت. اصحاب پرسیدند ای پیغمبر خدا خواب شما چقدر از بیگاه می شود؟ حبیب خدا در جواب چی گفتن اصحابه؟ گفتن وقتی محمد صلی الله علیه و سلم بیگاه می شود در جاگه خواب می روم، به مسلمان کینه ندارم، به مسلمان بدی ندارم، به مسلمان حسد ندارم. حالا که این اخلاق پیغمبر نبود. یعنی مسلمان حبیب خدا گفتن وقتی بیگاه شد برادر مسلمانش می بخشد. اما امروز متاسفانه خوابها را از بین ما می رود، شبها را می رود،
بخشش نداریم. شبها را می رود حسد از ما جدا نمی شود، شبها را می رود بخیلی و حقد از ما جدا نمی شود. ای مسلمان، اگر این اخلاق در ما باشد، این بدرفتاری در ما باشد، نعمت جنت از ما جدا می شده است. اگر در دنیا ما یک خانه زیبا بسازیم، مال در کار است. یک زندگی زیبا داشته باشیم، مال در کار است. خدا برای نعمت جنت برای ما مال نگفته است، تقوا گفته است، صدقات گفته است، بخشیدن گفته است. خداوند میگه که آنهایی که غضب‌هاشان نگه می‌دارند